اگه میخوای بیمه عمر تهیه کنید، دو تا مورد هست که خیلی مهمه و حتما باید مد نظر داشته باشید. با من همراه باش که به توضیح بدم. خب دوست عزیز، اول موردی که باید مورد توجه قرار بدید شرکت بیمه‌ای که شما انتخاب میکنید. چرا؟ خب یه قرارداد طولانی مدت داری شما تنظیم میکنید. باید شرکتی انتخاب کنی که توی شاخه عمر جزء بهترین شرکت و یا جزء بهترینا باشه توی شاخه عمر. که چه اتفاقی بیفته؟ که اینکه توی طولانی مدت سرمایه شما مشکل نخوره. باید ببینی شرکت بیمه کجا سرمایه‌گذاری میکنه که ریسک کمتری داشته باشه، اتفاقی براش نیفته و خدایی نکرده ورشکست نشه. حالا دومین موردی که باید مد نظر داشته باشید نماینده بیمه است. نگاه کنید دوستان، توی ساختمان مرکزی توی یکی دو سال گذشته اتفاقاتی افتاده. بیمه گذارا مراجعه کردن و گفتن ما هر چی تماس میگیریم با نمایندمون اولا که در ارتباط نیست، دوما اینکه تماس میگیریم جوابمون رو نمیده و یا اینکه اطلاعات بیمه پایینی داره و ما سوالی در مورد شرکت‌های بیمه یا قسمت‌هایی از پوشش ازش میپرسیم اصلا پاسخگوی ما نیست، درست جواب ما رو نمیده. و اینم بهتون بگم خیلی مهمه، چون شما یه قرارداد طولانی مدت امکان داره خدای نکرده یه مشکلاتی توی قراردادتون پیش بیاد، باید در ارتباط باشید با نماینده. حالا دوست عزیز، اگر شما یکی از این دو تا مشکل رو دارید، شماره ها رو من گذاشتم این زیر، با من در ارتباط باشید که بتونیم بهترین قرارداد بیمه‌ای برای شما تنظیم کنیم. ممنونم که تو این کلیپ با من همراه